بریم با همکارم بابک اسحاقی همراه بشیم. بابک، خیلی اتفاق نادری دیدم که شبکه 12 تلویزیون اسرائیل مجبور شده برنامه‌هاش رو قطع بکنه و استودیو رو ترک بکنه. رضا، باید بگم که آتش سوزی کوچکی که از صبح امروز آغاز شده بود به ناگه به خاطر بادهای شدیدی که حتی تا 70-80 کیلومتر هم عنوان شده، این آتش سوزی به سرعت گسترده شد و به یکی و شاید بزرگترین و گسترده ترین آتش سوزی تاریخ اسرائیل تبدیل شده. آتش سوزی که از کوههای اطراف اورشلیم آغاز شد نزدیک شهر بیت شمش و همکنون به سوی پایتخت اسرائیل به سوی شهر اورشلیم می رود. هیچ سلطه‌ای در حال حاضر این آتش نداره به خاطر بادهای بسیار شدیدی که می‌وزد. تمامی آتش نشانی های اسرائیل به سوی اورشلیم و کوههای اطراف اون رفتن. همچنین ارتش اسرائیل به کمک اومده و با هواپیماهای هرکولس تلاش میکنه که بر آتش تسلط پیدا بکنه. همچنین افراد پشت جبهه ارتش اسرائیل در حال تخلیه بسیاری از آبادی هایی هستند که در این مناطق وجود داره. در کنار اون دقایقی پیش همانطوری که گفتی آتش به شهر نوه ایلان رسیده، جایی که نه تنها در اون بسیاری از شهروندان ساکن هستند، دو مرکز تلویزیونی بزرگ یعنی کانال 12 و کانال 13 هم در اونجا هستش و به اونها هم گفتن که باید که دفاتر خودشون را تخلیه کنن. بنیامین نتانیاهو در مکان آتش سوزی حضور پیدا کرد و در کنار اون از ایتالیا، یونان، قبرس و چند کشور اروپایی دیگه درخواست کرد که هرچه زودتر هواپیماهای که میتونن آتش‌ها رو خاموش کنن به اسرائیل برسونن تا کمک کنن. در حال حاضر که با هم صحبت میکنیم همانطوری که گفتم آتش همچنان ادامه دارد و به پیشروی خودش به سوی اورشلیم ادامه میده. مرسی بابک از توضیحاتت. بابک اسحاقی همکارم در تل آویو.